پیر معرفت حضرت شیخ سعدی میگوید در شعرش: اگر قوم رو پسندد خدای، دهد خسرو عدل و نیک رای. اگر خواهد که ویران کند عالم، دهد ملک در پنجه ظالم. نظر رحمت پروردگار به قوم اگر باشد، برای اون رهبر عادل نصیب میگرداند، رهبر غمخوار نصیب روزی میگرداند. حالا ببینید سفرهای خارجی و سفرهای داخلی و ناحیه‌های دوردست دیگر دائم در سفر هستند. خلاص نیست. میگه همین ما و شما مردم تاجیکستان فرق نمیکند کدوم ملت‌هایی که نباشند، از کیها عبارت نباشند، فرق نمیکند. یعنی آسوده و آسایشته و یعنی آرام و برادرانه و دوستانه و اهلانه زندگی کنند. این همه مهنت و زحمت برای همین است. و در عوض این همه مردم مسلمانی تاجیکستان هم باید شکرگزار باشند، دعا کنند. یکی از دانشمندان و بزرگان اسلام میگوید که اگر من دعای اجابت شونده می داشتم، در حق امیران یعنی سروران دولت دعا میکردم، ذخیره میکردم، برای خودم نه، برای اونا دعا میکردم. گفتن برای چی؟ اون که هدایت اونا، توفیق اونها، غمخواری اونها باز زیادتر با منفعت مردم است. اگر قومی رو پسندد خدای، دهد خسرو عدل و نیک رای. پروردگار اگر خیر و برکتت بخواهد، پدر خوبت میدهد. حالا بعضی پدرها رو ببینید برای یک کشیدنیش، یک نوشیدنیش رو از زن و فرزند از همه بالا میداند. خدا نشان ندهد. هست همچنین پدرها هستند متاسفانه و بدبختانه، پروای فرزند ندارن، پروای زن ندارن، پروای خانه ندارن. دویم از پشت کیف و صفا و عیش عشرت و زنا و حرام و حرج و فسق و فجور. اگر خواهد که ویران کند عالمی، نهد ملک در پنجه ظالمی. کشور همسایه کلی خطری در هیچ جا. پرزیدنتش وای جانی خودم گو گریخ رفت، مردم به صاحب ماند رفت. یا که کدامش بیاد نسبت مردمش ظلم و ستم و دیگر فقط قومگرایی و منطقه گرایی و این بدبختی و بدبینی. لیکن خداوند عزوجل اگر دوست بدارد، پدر خوب مادر خوبت میدهد. خداوند عزوجل دوستت بدارد، فرزند خوبت میدهد که عزت و برکت و سعادت و فخرت در دنیا و آخرت میشود. خداوند عزوجل دوستت بدارد، رهبر دولتی غمخوار میدهد، ظالم نمیدهد. رهبر باشد که فقط در کیف و صفا و عیش عشرت خود پروای مردم نداشته باشد، بعد چیکار میکنی؟ خدا نشان ندهد. این قدر راهها و این قدر نقبها و این قدر نیروگاهای برقی و این همه سعی تلاش. 70 سال شوروی که از شوروی دنیا میلرزید میترسید، در اون سالهای شوروی همین خیلی راه و همین خیلی نقب و همین خیلی نیروگاهای برقی نکردن. در 70-75 سالی شوروی الحمدلله باید این رو ما قدر کنیم، باید شکر بگوییم. یک چند کم سوادی کجفهم داریم، اونو رو نصیحت کنیم. اونا هم از روی کجفهمی و کم سوادی هاشون هست که کجفهم هستن. هر جا هر کارهای ناشایسته نالایق باز متاسفانه و بدبختانه از نام دین میکنن. اونا رو نصیحت کنیم، اونا رو بگیم دادر بچه‌ام احتیاط باش، خودت رو بدبختی دنیا و آخرت نکن. دین این نیست. دین کرد زدن و کیف کشیدن و عداوت و دشمنوگری و آزار دادن نیست. پیامبر علیه السلام در یک حدیث مبارک میگوید که اگر از دست تو خون ناحق نریخته باشد، ایمان تو در امان است. اگر خون ناحق نریزانده باشی، تو نجات مییابی با این ایمانت. اما خون ناحق ریزاندی، وای بر حالت، جهنم جایت است. پس با شکرانه نعمت ها با برکت می شود. لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که در عوض نیکی برادرش، در عوض نیکی پدر و مادرش، در عوض نیکی همسر و زن و شوهرش، در عوض اینا اگر شکرگزار نباشه، یعنی نعمت الهی رو شکر نکرده است. حالا کشوری آرام رو شکر نگوید، هر وقت ببیند که شب است، روز است، هر وقتی که هست، هر جای میخواهد میتواند برود، آزادانه، آزاد، هیچ خطری تهدید نمیکند. همین نعمت است. نبود سالهایی که از ساعت 3-4 بعد نیم روز برآمده نمیتوانستیم. در همین شهر دوشنبه بودیم ما.
همینجا از خونه برآمده نمیشد، میترسیدی. همه سلاح به دست، همه ظالما و راهزنا و بعضیش خودش گیتلر و بعضیش خودش نمیکی شیر خر و نمیدونم شیر و نمیکی خر نمیکی گیتلر نمیکی سگ نمیکی. و برای چی این همه لقبای دهشتناک؟ نمیکی چنگیز. و آدم باید این لقبای بد نداشته باشد. برای چی؟ برای که مردم رو بترسونن و غارت کنن بود. دیگر همون گپ دیگر نبود. هم خیلی بود یا نه؟ خدا نشان ندهد دیگر اون روزها رو. صد گپ و صد خبر، صد دهشت و وحشتناک خطر. خدا نشان ندهد. برای همین باید که شکرگزار باشیم. هر نعمت الهی رو تینجی آرامی که از بهترین نعمت است که خصوصا آرامی کشور سرچشمه تمام نعمت ها هست. نعمت آرامی کشور سرچشمه تمام نعمت های دیگر است. اگر کشور نارام نباشد ببینم که این چهره شده باشد، اما در ترس و وهم و قاش و قواب کشال آمد، پریشان و تشویش و آواره و سرسان و سرگردان و دیدو دیده ایستاده کشورهای نارام. برای همین چیزی رو باید قدر کنیم، هر چیزی رو باید شکرش رو به جا بیاریم، هر چیزی رو باید به زبان بیاریم تا اینکه به یاد بیاید، تا اینکه تکرار نشود اون بدبختی های شده و گذشته دوباره تکرار نشود. شیخ سعدی میگوید که برای دولت اندر حق شناسی است، زوال نعمت اندر ناسپاسی است. اگر فضل خدا بر خود بدانی، این همه فضل و نعمت پروردگار رو قدر کنی، شکر بگویی، بماند بر تو نعمت جاودانی، این نعمت بر تو دائمی میماند. چه ماند از لطف احسان و نکویی، حرامت باد اگر شکرش نگویی. هر نعمتی رو وقتی که شکر نمیگویی یعنی ناسپاسی و کفر است، این برایت حرام است. برای همین شکرگزاری از همه نعمت ها باشیم. مسلمان شکرگزار است، مسلمان دوراندیش است، مسلمان خیرخواه است، مسلمان نیت نیک دارد، قلبی صاف و پاک دارد. مسلمان همیشه همچنونی که برای خود هر چیزی رو دوست می‌دارد، برای برادر مؤمنش همون رو دوست باید بدارد. دعا کنی پروردگارا در این روز سعید جمعه همه فرزند طلبان نصیب روزی بگردان و فرزندان را هم پروردگارا فرزندانشان را فرزندان صالح و فرزندان نیک و نکوکار و مهربان نسبت پدر و مادران فرزندان بگردان. پروردگارا آرامی کشور ما را همیشگی و دائمی بگردان. بخت سعادت، عمر درازی به دردی با برکت نصیب روزی بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.